سلام و عرض ادب خدمت شما. عطاالله وردک اسم یک بار دیگر عذاب داره در خدمت شما حاضر هستم. در برنامه امروزی میخوایم درباره انگوزه یا هنگ برای شما معلومات دهیم که در سالهای اخیر در افغانستان حاصلات خوب داده و دهقان برای کشت و کار از این گیاه کوشش های زیادی را به خرج دادن و حاصلات خوبی را به دست آوردن. میخوایم در لابلای این برنامه از کاشتن این برای شما معلومات برابر کنم. امیدوار هستم تا پایان برنامه ما همراهی نمایید. سلام عرض ادب خدمت شما. هنگ است دیگه میخوایم که ما گپ بزنیم درباره با ما معلومات بدید. سلام کاکا جان، اگه خودت معرفی کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما عبدالله، مسئول شرکت افغان دوست از ولایت سمنگان باشش فعلا در کوتل خیرخانه نایه 17. میشه کاکا جان می تولیدات با ما معرفی کنید؟ بله. شم این گاز اینگی تاجیکی است. این هنگ تاجیکی است. این 3 ساله اینگی تاجیکی است. اینا قیمتش 35 روپیه است. یعنی 2 سالهش است که قیمتش 25 افغانی است. بیننده های گرامی، یکی از هنگ 3 ساله است تاجیکی که قیمتش است 35 و یکی از هنگ های 2 ساله است قیمت از یکی است 35 25 افغانی و یکی از یک ساله است. این انگار یک سال است 16 افغانی است که یا هم از تاجیکستان است. یا مال تاجیکستان است. بله یا تاجیکی است. یعنی تخم تاجیکستان است. تاجیکستانی است. این کیلوی 26000 است یا 28000 است. این در قیمت ها ما میفروشیم 28 26 در این قیمت ها. یعنی تخم ازبکستان است. این کیلوی 20000. این قزاقی است. قزاقستان. اینا کیلوی 6000 است. واصلات برای فعلا در افغانستان بسیار واحد خوب داده. یک جریب زمین تقریبا 10000 نیال ما میشانیم. از 10000 نیال حداقل کم از کم 150 کیلو تخم شیره میگیریم که یعنی شیرهش است. یعنی شیره است. بیننده گرامی، این شیره هنگ است هند تاجیکی. کاکا جانی در چند سال این به حاصل میرسه؟ یعنی نیال 2 سال تیر میکنه در سال سوم میرسه. یک سال تیر میکنه در سال دوم میرسه. این خود رسیدگی است. تنها 1 سال در زمین خود بچسبانه قایم شوه و در سال دوم اینا را ازی حاصل میگیری. این حاصلات هنگ باز کیلوی چند میپروشه؟ برای فعلا یعنی این کیلوی 25000 افغانی است. 25000 افغانی. 25000 فعلا ارزان است. و کدام کشور رایی میکنه باز؟ در هندوستان، از هندوستان در کل دنیا تولید میشه و این در فابریکای دواسازی میره. این بازار جوانی داره. تو نیست که یک دولت یا دو دولت بخره مثل بانجان رومی ما شما پاکستان اگه یک دل شد میخره نشد پس میزنه او رو خراب میکنه. نه، این بازار جوانی داره. این دنیا میخره. دنیا در فابریکای دواسازی میره. کاکا جان، این در کدام ولایت ها حال تبال حاصلات داده؟ این در ولایت سمنگان، مزار، ولایت شمالی دیگه. در کابل، در نمروز، در هرات، در ولایت های چی داده؟ شما در ولایت های مشرقی جلال لغمان دیگه حاصلات مثلا به خاطر سمپل یا نمونه‌گیری کشت کردی؟ کشت کردیم. هم در لغمان کشت کردیم، هم در جلال آباد کشت کردیم، هم در کنر کشت کردیم. منتها از لغمان ما امسال واحدش گرفتیم. یک نفر 1-2-3 کیلو را آورد بود با ما فروخت. ما خریدیم. بسیار نام خدا نتیجه خوب داشت. اینگاه در کل جای افغانستان اگر گرمسیل سرد است، علما که ما شانده ایم گرمترین جای افغانستان است. جلال آباد گرمترین جای است. مزار گرمترین جای. 3 ولایت گرم است. نه، در این 3 ولایت نام خدا بسیار خوب نتیجه داده. سردترینش بامیان است، بدخشان. در این 2 ولایت هم نتیجه داده. بسیار خوب نتیجه داده. سیستم کاشتن چه رقم است؟ این به شکل للمی کاشته میشه یا به شکل آبی؟ للمی هم کاشته میشه، آبی هم کاشته میشه. منتها فرق در بین آبی و للمی چیست؟ که در للمی یعنی تخم پاش بیتیم در 7 سال 8 سال دوید میه. اگر دابی کشت کنیم در 4 سال دوید میه، سری واصل میه. چند سال میشه ما که شرکت افغان دوست امی فعالیت ها را شروع کرد؟ از سال 92 تا را شروع کردیم ما. از 92 تا برای فعلا ما یعنی کار ماست. پیش در تاجیکستان شیره زنی میکردیم، کارهای شیره را میکردیم، مزدوری. فعلا فضل خدا از خود ما کار. تقاضای شما از دولت چی است؟
خود دولت در تقاضای ما نمیکنه. ما در دولت جمهوریت تقریبا 10 لک نیال قرارداد کردیم در کوی بالاباق، منتها زمینش کمبوتی کرد، ما 1,70,000 نیال شوندیم، بسیار خوب نتیجه داد. امسال کوی پغمان سروی کردیم تقریبا 12 میلیون اینگ، او را سروی کردیم و هنوز هم دولت حسابش معلوم نشد. ما شخص خود ما 60-70 جریبه کشت کردیم، ولی ما از دولت خواهش می است که یکی خودش به دولت کار بکنه، کشت بکنه که اقتصاد افغانستان بالا بره و مردم ما هم کشت بکنه اقتصاد افغانستان بالا بره و قطعی ما همکاری کنه در حق دیاقین در چای او سولر و دیگ او بازه و یکاپا قطعی ما دولت چرا بکنه. تشکر سلامت باشید. هنگ که در ولایت های شمال خوب نتیجه گیری داده، در ولایت های جنوب تا فعلا کاشته تا بالا حاصلاتش جمع نکرد بغیر از ولایت لغمان که انشالله در ولایت های جنوب در ولایت های شرقی افغانستان هم حاصلات میده. بیننده های گرامی، این بود برنامه امروزی ما. پیشنهادات انتقاداتتان را با ما شریک کنید. تا دیدار بعد شما را با خداوند پاک میسپارم. خداوند یار و مددگارتان.